مرچی دار شاک پنایو تا مرز روشنایی درنا ترپله سپیران بلو کی رنایو الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باز هم شنونده های بی نهایت عزیز و دوست داشتنی رادیو ملی و رادیو شریعت، ما احسان الله کاشفی با همکارم عبدالعزیز صائم تا یک ساعت با موضوع جدیدی که در روی دست گرفتیم و در اختیار داریم انشاءالله که خدمت شما خوبان قرار خواهیم داشت. شنونده های عزیز و گرامی، موضوع ما در رابطه با اهمیت و زیبایی های جنت و راه رسیدن به جنت چی می باشد؟ یعنی جنت چقدر زیبایی ها دارد و خوبی و قشنگی و زیبایی جنت چی هست و راه رسیدن به این جنت و رفتن به این جنتی که الله متعال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنین ما و شما مسلمان ها در تلاش هستیم که الله ما را به جنت ببرد. دعایی که میکنیم، تضرعی که میکنیم و سرانجام در آخرت انسانهایی که اخلاق خوب داشتن و انسانهایی که اعمال خوب داشتن آنها به جنت میروند. این جنت چگونه هست و انشاءالله که راه های رسیدن هم به جنت را ما برای شما خوبان صحبت میکنیم و پیشکش میکنیم. ولیکن دوستان عزیز، برای این که راه ها را ما یاد داشته باشیم، برای این که راه های رفتن به جنت را بدانیم، باید دوستان عزیز شما برنامه ما را گوش بگیرین، برنامه ما را گوش بگیرین تا که انشاءالله که با هم دیگر و بیاناتی که داریم پیرامون رفتن به جنت و راه رسیدن و شرایطی که به جنت می رویم انشاءالله که یاد داشته باشیم و یاد بگیریم. و در این برنامه‌ای که بعد از وقفه برمیگردیم امیدوار هستیم که دوستان عزیز شما هم باز هم با ما تماس بگیرین و معلومات و نظریات خوبی که در این مورد دارین و با کتاب یا و چیزی سر و کار داشتین و او را مطالعه کردین انشاءالله که با ما و شنونده های عزیز نیز شریک بسازین. میریم به طرف صائم صاحب گرامی. صائم صاحب بسیار خوش آمدی. ډیره مننه محترم کاشفی صاحب، تاسې هم ستړي مشئ. الله دې وکړي چې جوړ روغ او د صحت و جامه سنبال اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسې د هم نیکې هیلې لرو. خدای پاک دې وکړي چې تاسو هم ټول صحتمند اوسئ او بیا هم خوشحاله یو چې تاسو په چوپړ کې نن د نوې موضوع په سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. ګران اوریدونکو، تاسو د رڼا تر پلې خپرونې اوریدونکي یاست. نن به له تاسې سره د یوه ډیر مهم موضوع په اړه وغږیږو او لکه څنګه چې کاشفی صاحب هم ویلی او هغه ده د جنت لارې او شرطونه. ګران اوریدونکو، د جنت وعده الله تعالی هغو کسانو ته کړي چې د ده اطاعت کوي. خو جنت ته تلل یوازې د هیلو خبره نه ده بلکې ځانګړي شرطونه او لارې لري. په دې به انشاءالله په تفصیل سره وغږیږو. خو اوس به بیا هم بیرته لاړ شو جناب کاشفی صاحب ته چې تاسو ته یې څه چمتو کړي دي. بخیر سلامت باشین صائم صاحب گرامی. شنونده های عزیز، جنت بزرگترین آرزو و مقصد نهایی هر مؤمن است. همان نهایت تلاش و همان نهایت آرزو و درخواست یک انسان مسلمان از الله متعال رفتن به جنت است. میبینیم که برادر مسلمان ما بعد از نمازهای فرضی دعا میکند خدایا جنت نصیب بگردان. میبینیم که مادرمان دعا میکند خدایا جنت نصیب بگردان. میبینیم که برادرمان حج بیت الله شریف میرود، چقدر زحمت و تلاش میکشد، باز هم دعا میکند خدایا ما را مورد مغفرت قرار بده و جنت نصیب بگردان. دوستان عزیز، بعد از هر عمل خیر و هر عمل خوب میبینیم که دعایی که ما بر لب داریم، دعایی که بر زبان داریم، دستی که بلند میکنیم از الله جنت طلب میکنیم. پس دوستان عزیز، بزرگترین آرزو و مقصد نهایی هر مؤمن رسیدن به جنت است
و چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم بیان می کند انسان مسلمان هر وقت که از خدا جنت را طلب بکند باید دعا بکند که خدایا جنت الفردوس نصیب بگردان. سبحان الله، چقدر زیبا هست دوستان عزیز جنت الفردوس. دوستان بزرگوار، حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که زیبایی جنت و خوبی جنت و آن قشنگی و خوبی و برکتی و آرامش و آسودگی که دارد در ذهن انسان نمی گنجد، ولیکن باید تا همان حد نهایی که دوستان عزیز ما و شما ایمان داریم با آنچه که الله بیان کرده است، با آنچه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کرده است، ما ایمان و باوری 100% و یقین داریم که بله جنت با همان وصفها، با همان زیبایی هایی که قرآن کریم بیان کرده، احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کرده، بله وجود دارد. جنت به همین زیبایی وجود دارد. دوستان عزیز ببینین دنیایی که هست بلا تشبیه و بلا تشبیه. به طور مثال دنیا هست، یک کسی در همین دنیا یک جای مصرف کرده، در لب دریای لب ساحلی یک دریای هست، در آنجا خانه جور کرده، یک باغ با میوه های زیبا، با میوه های خوب. آنجا که می رویم چقدر ما آسوده می شویم، چقدر راحت می شویم. تمام خستگی ها و کشمکش های دنیا از بالای شانه های ما برطرف می شود. از روی ذهن مایی که همه آمدن یک جا جمع شدن، همه خستگی ها برطرف می شوند. دوستان عزیز، ولیکن جنت پروردگار چگونه باشد؟ جنتی که هیچ خستگی وجود ندارد، جنتی که هیچ پریشانی و ناراحتی وجود ندارد، جنتی که فقط با آرزو کردن الله متعال همان شی را در خدمت تو قرار میده، جنتی که 70 تا غلام ها هستند، 70 تا جوانان زیبا هستند که الله متعال با همه امکانات آنها را در خدمت تو قرار داده. تو فقط آرزو کن، تو فقط آرزو کن ای مسلمان. وقتی کار و زحمت گذشت، دنیایی که تلاش میکردی، دنیایی که بیخوابی بود، دنیایی که متاسفانه از هر طرف خستگی ها و پریشانی ها بر روی تو هجوم می آورد، به خاطر نماز خواندن فشار بود، نمیتونستی با خوبی نماز بخوانی چون خستگی ها تا به نیمه های شب زحمت و تلاش و به خاطر رزق روزی حلال عرق ریختاندن بود و آبله کفی دست بود. حالا آخرت همان مزرعه و همان چیزی هست که شما درو کردین و حاصل او را از آن نصیب می شوین و حاصل او را نوش جان میکنین و به خود میگیرین. امروز وقت استراحت کردن شما هست، استراحت بکنین دلجا. قرآن کریم و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم بارها جنت را با وصفهای زیبا یاد کرده اند و برای رسیدن به آن راههای روشن و واضح را هم نشان داده اند. قربان نظام اسلام، قربان همین بیانات قرآن کریم و زیبایی قرآن کریم شویم. دوستان عزیز، برای ما بیان میکند که جنت را خوش دارین. بله خوش داریم. راههای جنت را میفهمین؟ نخیر، الله گفته ما بیان میکنم براتان. راههای جنت را ما براتان واضح و روشن میسازم، شما عمل بکنین جنت میروین، شما زحمت بکشین جنت میروین. نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. تا وقتی که زحمت نکشیم، بیخوابی نکنیم، تا وقتی که با آبی سر طهارت و وضو نکنیم و به مسجد روان نشویم، در هوای سرد و در هوای خنک، در هوای گل آلود و بارانی و برفی به طرف مسجد روان نشویم، دوستان عزیز به جنت رفتن خیلی مشکل است. آن پاها و آن قدمهایی که نتانند ما را به مسجد برسانند، هرگیز آن قدمها و پاها ما را به جنت بردن هم نمیتانند. یقین بکنین آن عمل خیر و آن توفیقی که یاری نمی کند و برای ما قوت نمی دهد تا که ما را تا به مسجدی که در پهلوی خانه من هست ما را برساند، چگونه این راه بسیار طولانیه که قیامت است و برزخ است و قبر است و صحرای محشر است و حساب و کتاب است و با این همه جنجالات و کشمکش هایی که هست سرانجام ما را به جنت برساند. دوستان عزیز، حضرت علی کرم الله وجهه گریه میکند. از او پرسان میکنند که ای امیر المؤمنین چرا گریه میکنین؟ حضرت علی کرم الله وجهه بیان میکند توشه‌ای که در دست داریم بسیار کم است، ولیکن راهی که پیش رو داریم بسیار راهی پرخطر و راهی پرخم و پیچ و راهی بسیار درازی هست. متاسفانه با این 500 افغانی که در جیب داریم و راهی که 5000
همان کرایه سفرش می شود. چگونه ما به مقصد برسیم؟ هرگز نمی رسیم. پس دوستان عزیز و بی‌نهایت گرامیان و عزیزان و شنونده های برنامه خوبی ما، بیایید که تلاش بکنیم، زحمت بکشیم تا که برای رسیدن به جنت حد اقل اعمال داشته باشیم و اخلاق داشته باشیم و رفتار و کردار داشته باشیم که بالای آنها یک چیزی حساب بکنیم. ډیره مننه محترم کاشفی صاحب ستاسو بخیر د ښکلي بیان نه د جنت په هکله. واقعا چې هر کس دا امید او آرزو لري چې جنت ته لاړ شو، خو جنت ته تلل یوازې د هیلو خبره نه ده، بلکې ځانګړي شرطونه او لارې هم لري. لومړی شرط ایمان او توحید دی. څوک چې د الله په یووالي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت ایمان نه لري، جنت ته به داخل نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې په رښتیني زړه سره ووایي چې لا اله الا الله، هغه به جنت ته داخل شي. دوهمه دا لار ده چې لمونځ د جنت کلید ده. څوک چې لمونځ پرېږدي د جنت د دروازې څخه ځان محروموي. درېیمه لار د مور او پلار اطاعت دی. د مور دعا د جنت سیوری ده. څلورمه لار صدقه او خیرات کول دي. صدقه نه یوازې د دنیا مشکلات لري کوي، بلکې په آخرت کې د جنت سبب ګرځي. پنځمه لار ښه اخلاق دی. ښه خوی د جنت تر ټولو نږدې لار ده. نو ګرانو اوریدونکو، جنت ته د داخلېدو لپاره شرطونه هم شته. ایمان په الله او رسول صلی الله علیه وسلم، د فرضو ترسره کول لکه لمونځ، روژه، زکات او حج، لویو ګناهونو ځان ساتل، له خلکو سره نیک چلند کول، تل توبه کول او د الله څخه بخښنه غوښتل. د جنت لارې روښانه دي او شرطونه یې هم واضح دي. که موږ د ایمان په رڼا کې لمونځ وکړو، د مور او پلار خدمت وکړو، د خلکو سره ښه چلند وکړو او له ګناهونو ځان وساتو، نو د جنت دروازې په زموږ پر مخ همیشه پرانستل کیږي. بسیار زیبا. شنونده های عزیز و بی‌نهایت گرامی، واقعا جنت یک نعمت الله متعال هست و چیزی هست که پروردگار برای بنده های خاص و برای بنده های مخلص خود ترتیب و تنظیم کرده و مهیا ساخته. دوستان عزیز، جنت بسیار زیبا هست. جنت قسم زیبا هست و الله متعال با قسم جنت را توصیف کرده و توصیف میکند که عقل انسان هیچ او را نمیپذیرد، از بس که الله متعال او را تمجید و تعریف کرده. چون با آن زیبایی انسان تا به حال ندیده، با آن زیبایی انسان تا به حال مشاهده نکرده، با آن زیبایی تا به حال در ذهن و در فکر انسان خطور نکرده. باغهایی که نهرها در زیر آن جاری است، بگونه‌ای که باز هم دوستان عزیز بلا تشبیه در یک باغ و بستانی که می رویم می بینیم که از کنار هر درخت این باغ جوی روان هست. صدای جوی، صدای آب، شرشره آب و آن نغمات بلبلان و آن نغمات گنجشکان و پرنده هایی که بر بالای این شاخه ها و این باغ وجود دارند. چقدر زیبا هست. میوه های تازه و لذیذ که هر چی که بخوری و هر چی که نوش جان بکنی باز هم سیر نمی کنی و هر قدر که نوش جان بکنی و هر چی که بخواهی الله متعال او را در اختیار تو قرار می دهد. شنونده های عزیز، تقریبا قبل از این که به این برنامه بیایم یک موضوع را من مطالعه می کردم، سوره عبس و تولا، همان نعماتی که پروردگار عزوجل از این آیه شروع میکنه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلینظر الانسان الی طعامه. یعنی انسان باید با آن طعام و با آن رزق روزی که الله در اختیار او قرار داده، با آن طعامش انسان نگاه بکند، دقیق نگاه بکند. این چی یک نعمتی بزرگی هست از جانب پروردگار. دوستان عزیز، تقریبا در این آیه ها از انگور و از میوه های دیگر ذکر رفته که پیرامون انگور ما تحقیق کردیم تقریبا در تمام دنیا بیشتر از 10,000 نوع انگور وجود دارد. بیشتر از 10,000 نوع انگور با طعمهای مختلف، با رنگهای مختلف الله متعال پیدا کرده. چقدر زیبا هست دوستان عزیز. به طور مثال در یک دکان بسیار کوچکی که میبینیم تقریبا 5 نوع انگور هست.
سین و انگور هست. هر کدامش با رنگی دلخوش، هر کدامش با رنگی دیگر، با طعم دیگری هست. دوستان عزیز، تقریبا 7500 نوع سیب وجود دارد. بیشتر از 7500 نوع سیبی که با رنگهای مختلف و با طعمهای مختلف وجود دارد. دوستان عزیز، اینها همه به چی هست؟ به خاطر تو انسان هست. اینها همه به خاطر چی هست؟ به خاطر تو انسان که استفاده بکنی و الله متعال را تشکری بکنی و الله متعال را عبادت و بندگی بکنی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. الله متعال زمین و آسمان، آنچه که در زمین و آسمان هست، آنچه که در این دنیا هست، او را برای تو انسان آفریده. او را برای تو انسان آفریده. تو تلاش بکن، زحمت بکن تا که به جنت الله وارد شوی. تو زحمت بکش تا که جنت پروردگار را از آن خود بکنیم. نکته دیگر دوستان عزیز، زیبایی جنت حور العین و حورا هست و همدمان پاکیزه. حوران و همدمان و همچنین شریکان زندگی بسیار زیبا و پاکیزه‌ای که تا حال آنها را آفتاب و مهتاب ندیده، از بس که آنها خوب و محفوظ هستند برای تو مسلمان، برای تو جوان مسلمان. نکته دیگر لباسهای زیبا از حریر و دیبا، تخته های طلا و نقره هست. نکته دیگر صلح و آرامش کامل بدون اندک غم و اندوه. هیچ غم دیگری نیست، هیچ خستگی دیگری نیست، هیچ افسردگی دیگری نیست. آنقدر زندگی میکنی و آنقدر زیبایی داری. دوستان عزیز، وقتی که پروردگار عزوجل در جنت از بعض جنتی ها پرسان میکند که دیگر چی میخواهین، بعض جنتی ها چی میگن؟ که خدایا اگر ما میدانستیم در دنیا آنقدر عبادت میکردیم، آنقدر اطاعت میکردیم تا که یک مقام بالاتر و بالاتر برمان نصیب میشد، یک جایگاه بسیار خوبتر و زیباتر برمان نصیب میشد. نکته دیگر دوستان عزیز، از همه بالاتر و خوبتر دیدار پروردگار که بزرگترین لذت اهل جنت می باشد. الله متعال نصیب بگرداند. دیدار پروردگار هست. وقتی که پروردگار از تمام اهل جنت پرسان میکند که دیگر چی میخواهین ای جنتیان، دیگر چی آرزو دارین؟ جنتیان میگن خدایا همه چیز فراوان است، خدایا هر چی که طلب کردیم فراوان است، ولیکن یک چیزی دیگر نیست، دیداری تو. سبحان الله. این چقدر زیبا هست شنونده های عزیز که الله متعال ما را در جنت اول داخل بگرداند و همه ما و شما را به جنت الله متعال وصل بگرداند و پروردگار ما را از دیدارش بهره‌مند بسازد. مننه دروند محترم کاشفی صاحب، تاسو جنت بالکل داسې بیان کو چې الله پاک دې موږ تاسې ټول جنتیان کی. انسان د ژوند په اوږدو کې د نیکمرغۍ او خوشحالۍ په لټه کې وي، خو د دې نړۍ خوشحالۍ لنډمهاله ده او په تلپاتې ډول د انسان زړه نه ډکوي. تلپاتې نیکمرغۍ او حقیقي راحت یوازې په جنت کې شونې ده. الله تعالی د جنت وعده هغو بندگانو ته کړې ده چې د ده په اطاعت کې ژوند وکړي او د ګناهونو څخه ځان وساتي. لکه ایمان او توحید. تر ټولو لومړی شرط د الله سبحانه وتعالی په یووالي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت ایمان راوړل دي. پرته له ایمان څخه انسان جنت ته داخلېدلی نشي. الله تعالی فرمایي د آل عمران سورې په 85 نمبر آیت کې څوک چې د اسلام پرته بل دین غوره کړي هغه به ترې ونه منل شي او په آخرت کې به له زیانکارانو وي. دوهم لمونځ کول دي. لمونځ د اسلام ستن ده او د جنت د دروازې کلید دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د انسان او کفر ترمنځ توپیر د لمانځه پرېښودل دي. همدارنګه د مور او پلار خدمت د جنت له سترې لارې څخه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هم فرمایي پلار د جنت منځنۍ دروازه ده، که دې وغواړئ دا دروازه ضایع کړه او که دې وغوښته وساتئ. همدارنګه صدقه او خیرات ورکول د الله په لار کې مصرف کول د جنت یوه مهمه لار ده. قرآن کریم فرمایي په 261 نمبر آیت د البقرې سورې کې چې تاسو دا ژباړه کوي چې الله تعالی څه فرمایي په دې هکله. همدارنګه
د خوی شکول هم مهم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د مؤمنانو تر ټولو بشپړ ایمان لرونکي هغه دی چې ښه اخلاق ولري. ښه اخلاق ډیر عمده رول لري. هر انسان باید که هغه په کور کې د کور مشر وي، که په دفتر کې د یو ادارې مشر وي، که په ټولنه کې مسؤلیت ولري، او که تجار وي، باید ښه اخلاق ولري. دا ښه اخلاق موږ جنت ته وړي. بل هم د قرآن تلاوت او عمل کول ورباندې. قرآن د هدایت لارښود دی، او څوک چې د قرآن تلاوت کوي او پر لارښوونو یې عمل کوي، هغه به د جنت لوړو درجېګانو سره وي. ایمان په الله او رسولانو د فرضو ترسره کول لکه لمونځ، روژه، زکات او حج، له لویو ګناهونو څخه ځان ساتل لکه شرک، قتل، زنا، سود خوړل، له خلکو سره نیک چلند او هغوی حقونه ادا کول، توبه کول او د ګناهونو پرېښودل، دا ټول هغه لارې دي چې موږ جنت ته بیایي. جنت هغه ځای دی چې انسان به پکې هیڅ غم، تکلیف او درد ونه ویني. د جنت لارې به په ایمان، عبادت، نیک عملونو او د ګناهونو پرېښودلو کې نغښتي دي. څوک چې د دې شرطونو پوره کولو ته ملا وتړي، الله تعالی به یې د رحمت په واسطه د جنت دروازې ورته ور پرانیزي. بسیار زیبا. شنونده های عزیز و بینهایت گرامی، رادیو ملی و رادیو شریعت پیرامون زیبایی های جنت صحبت کردیم. حالا بیایین که راه های رفتن به جنت را دنبال کنیم. که کدام راه ها هست که ما میتونیم به این زیبایی جنت دست پیدا بکنیم. این زیبایی هایی که الله متعال بیان کرده و این زیبایی هایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کرده و این زیبایی ها و خوبی ها که واقعا که ما مطالعه میکنیم میبینیم انسان چقدر یک هیجان میشود، انسان احساساتی میشود که خدایا چگونه ما بتانیم که به جنت وارد شویم. دوستان عزیز، راه های هست که ما میتونیم به جنت وصل شویم. اولین راه دوستان عزیز ایمان به الله متعال و پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. نکته دیگر نمازهای پنجگانه هست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که نماز را دوست داشته باشد و نماز خود را به طور درست ادا بکند، برای او نوری است و دلیل و نجات در روز قیامت، و الله متعال او را به جنت وارد می کند و دروازه های جنت را برایش باز می گرداند. نکته دیگر خوشرفتاری با پدر و مادر است. خدمت به والدین از بزرگترین اسباب دخول بهشت است. امروز متاسفانه پدران ما شکایت دارند. امروز متاسفانه والدین عزیز ما از فرزندان خود گلایه دارند. فرزندان متاسفانه می بینیم که بالاتر از پدر نشسته است. می بینیم که پدر به داخل اتاق و خانه می شود، فرزند از جای خود بلند نمی شود، فرزند پای خود را جمع نمی کند. متاسفانه حتی فرزند در پیش چشم پدر سیگار می کشد، حتی فرزند در پیش چشم پدر سریال های نامناسب و فیلم های نامنظم را نگاه می کند. دوستان عزیز، یقین بکنین، شما از پدران خود پرسان بکنین، یک زمانی یقین بکنین پدران ما که به خانه می آمدن، یقین بکنین ما از شرم در او خانه ای که پدر می بود ما نمیتونستیم بنشینیم، شرم می کردیم، حیا می کردیم که چگونه پیش پدر ما بنشینم، پدرم طرف من نگاه بکنه، شاید نشستنی ما بدلش نباشد، شاید قیافه ما بدلش نباشد. امروز فرزندان عزیزی ما با پتلون های عجیب و غریب که دریدگی پاره هستند، مچین با عجیب و غریب مود و فیشن در کنار پدر، و حتی میبینیم که از خانه اگر بیرون شوند طرف مسجد، پدر یک منزل پایین نشده فرزند در مسجد رفته. متاسفانه پدران عزیز ما چقدر گلایه میکنن. یقین بکنین پدر یک وقت آمد پیش ما، گریه میکرد، موسفید بود، گریه میکرد که قلب انسان به درد میآمد، به خاطر این که فرزندش او را از خانه بیرون کرده، به خاطر این که فرزند را زن داده، به خاطر این که سرنوشت و زندگی فرزند خود را برش مشخص کرده و روشن کرده که فرزندی عزیزم از این به بعد زندگی خود را پیش ببر، تو میتانی پیش بردن. فرزند حالا سر پای خود استاد شده، فرزند صاحبی وظیفه، صاحبی خانه، صاحبی زن و فرزند شده، امروز دیگر به پدر نیاز ندارد. آن پدری که قامتش خمیده شد، آن پدری که آبی درست نخورد
تا که تو فرزند بنوشی. پدر نان درست را نوش جان نکرد تا که تو فرزند نوش جان بکنی و پهلوان شوی و سر پای خود استاد شوی، قیافه و هیکل خوب پیدا بکنی، ضعیف نبیای، بیچاره نبیای. امروز متاسفانه میبینیم که همین پدر را به خاطر زحماتی که کشید، این جواب آن زحمات است، این جواب آن خوبی ها و این لطفه هایی است که متاسفانه در حق ما فرزندان کرده. امروز پدران با رنگی زرد، با پریشانی، با ناراحتی نانی خشک و آبی سرد میخورند. فرزندان به بهانه های دکتر و به بهانه های دیگر در هتل ها و در رستوران ها غذاهای لذیذ و متنوعی را نوش جان میکنند. ای جوانان عزیز، بیاین که متوجه باشیم. علما بزرگا بیان میکنن یکی از اسبابی که در وقت سکرات مرگ کلمه شهادت بر زبان انسانی که در حال مرگ از جاری شود، رضامندی پدر و مادر هست. اگر پدر و مادر راضی بودن، همین است که کلمه شهادت بر زبان ما جاری می شود. دوستان عزیز به نهایت گرامی، وقتی وقفه فرا رسیده و انشالله که موضوع ما هم جالب است و میریم یک وقفه کوتاه میگیریم. انشالله بعد از وقفه دوستان عزیز شما همچون منتظر باشین، ما پس زود برمیگردیم. والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله. هیواد ته بیرته راستنیدونکو ورونو، موږ خوښ یو چې بیرته خپل هیواد ته راګرځئ. تاسې ته هرکلی وایو. پر تاسې به خپل هیواد ښېراز او ودان شي. ډاډه اوسئ، هیوادوال به مو په هره برخه کې پراخ لاسنیوی وکړي او د خپلې خولې مړۍ به درسره نیمه کړي، ځکه دوی ته د شریعت دا اصل معلوم دی چې خپل ورور ته مسکا صدقه ده. گر تو باشی با خانه چراغان این کاشانه با خبر از خواهر مسلمان، تو ملکه خانه ای، تو سردار هوران بهشت هستی، تو قدرتمندی هستی. اجازه ندی که بندگان هوا و شهوت تو را بی قدر و بی احترامی به حقت کنند. آنهایی که شعار دفاع از حقوق زن را می دهند در اصل مدافع حقوق زنان نه، بلکه پایمال کنندگان حقوق زنان هستند. آنها به حقوق شما اهمیت نمی دهند، فقط می خواهند شما را با شعارهای فریبنده‌شان گمراه کنند و به اهداف شهوانی خود برسند. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. ترجمه: خداوند می‌خواهد توبه شما را قبول و از خطای شما بگذرد، اما بندگان شهوات، یهود و نصارا و زناکاران از شما می‌خواهند که از دین خود منحرف شوید. سوره نساء آیه 27. یعنی خداوند می‌خواهد جامعه مسلمان پاک، منظم و پر از خیر باشد و بندگان شهوات می‌خواهند که زنان مسلمان با فساد اخلاقی آغشته باشند و به نام مدافع حقوق زن شما را به تباهی و بیراهی میکشند. بود حجاب خواهرم باعثی توصیف من چهره گلاب خواهرم. آینه یک برنامه جالب تفریحی. او جان کاکا در سیب مزه مانده، مزه خودت نیست. کمدی. آنو میدارم این کارتنا را که مدم پیشون دکان خود نمانم، در تاناق سن خود مانم. و اجتماعی بوده. گفتن خود کدر نه در است نه در ما. شما می توانید این برنامه را در روزهای جمعه ساعت 11:30 از موج 105.2 FM و 1107 کیلوهرتز از رادیوی ملی فراموش نکنید. آینه الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. باز هم شنونده‌های عزیز بسیار خوش آمدین و الله متعال شما را عزتمند و سلامت داشته باشه. و شنونده‌های عزیز انشالله که برنامه ما را شنیده باشین که پیرامون زیبایی های جنت و راه های رسیدن به جنت بود که انشالله صحبت کردیم و در این بخش از برنامه منتظر تماس و بیانات شما خوبان می باشیم. بریم اولین تماسی را بگیریم که برادرمان چه کسی هستند؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برد بزرگوار عالی قدر سلام و احترامات خدا براتون برسونه. مانده باشه که بخیر آمدین. سید چی مطرح میکنید که الله بی‌نیاز نصیب همه ما شما کنه به عزت و حرمت قرآن برحقش رفتن به جنت. کسی که تقوا، پرهیزگاری، اخلاق نیکو در هر عرصه نماز خدا میخوانه، قرآن عظیمشانه میخوانه، ختم و خیرات خدا روی ریاکاری نمیکنه و هر چیزی که از دستش میشه به مردم و به خیرش تمام میشه، زشتگویی نمیکنه. همین بزرگوارا و کلگی معلوم است کسایی که عالم هستند، دانشمند هستند، همین دوشیزگان او بهشتی وقتی که همین کسی که میمره همین زنی که تقوا و پرهیزگار است نورانی میباشه، همین دوشیزگان بهشتی صورتیاب میکنه. ما خو او رو بهشت هستیم، شما چطور از ما کده مقبول تر هستین، نورانی هستین. میگن که کسایی هستن که اطاعت عبادت الله بی‌نیاز کرده، تقوا کاری کرده، همیشه به نماز، روزه، زکات، حج بوده است. کسایی هستن همین نماز نمیخونن و آرزوی جنت هم دارن. همین چی بهتر است که همین اخلاق روی خوب داشته باشیم که مردم زشت نگوییم. هر کسی که همین کار میکنه در بین جامعه الله پیش الله نازنین و هر کسی که طور مثال بزرگوارا از بیواری میگم زیاد وقت گرفتنش هست، همین یک مزدورکار که میاد روز کار میکنه دیگر مزد خود میگره. الله بی‌نیاز رب العالمین که اطاعت عبادتش میکنیم هم حاضر است هم ناظر است، میبینه و میشنوه. هر بنده های خدا یکه و یکه میبینه. مثل که یک ماش بگیری در کف دست خود اونو تو حلای نازنین میبینه که هر دو نفره که این کار ثواب میکنه، کار خیره میکنه یا کاری دیگر میکنه. دیگر حلای بی‌نیاز در کلام برحق خود چندین جایا گفته که جنت چطور جای است، چطور جای است که تختای خواب، لباسهای ابریشمی، جوی بارها روان و هر قسم میوه‌ای که دلش بخواه برش حاضر است و هر قسمی که غذایی که بخواه برش حاضر است. همین دیگر باز میگم که همه مسلمانان همه گیره به عزت حرمت قرآن پاک جنت نصیب کنن. همین کم یا زیادی که چیز از دست ما میرسه اطاعت عبادت الله خدا میکنیم، الله بی‌نیاز قبول و مقبول بگردانه. زنده و سلامت باشیم و سلام احترامات خدا به دکتر صاحب خلیل خان و استاد عبدالله رحیمی صاحب، عیار صاحب و برادر عالی قدر خود یارمامت غمخوار صاحب و مدفر صاحب و تمام همزنفی های مرز روشنایی میرسانم. زنده سلامت باشی، در پرتب حضرت حق باشیم. صاحب ډیره مننه جان، سپاس از محترم سلطانی صاحب که شما امرای ما در مورد جنت واقعا مسائل را یاد کردین. بسیار زیاد تشکر از شما، موفق و خوش باشین. تماس دیگر رو میگیریم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم جناب مولوی صاحب، سلام خیر را حضور شما به برادر عزیزم مولوی صاحب و صاحب خان محترم، برادرم سالم احمد سلطانی و پای خوب زدن نشاطی عزیز، همخوار محترم مولوی صاحب عبدالله خان رحیمی گرامی و نظامی برادرم و همه شنوندگان کامل روشنایی و دوستان تکنیکی سلام تقدیم میکنم. بخیر سلامت باشین دکتر صاحب عزیز. انشالله که همه دوستای ما هم براتان سلام خوب و یک عالم با محبت براتان تقدیم میکنم. شکر که هم دیگر خیلی تماس شدیم. با عزت باشین. مهربانی. جنت است، جنت گریزای مادران است، جدت قدوم پای مادران است. نیکبخترین کسی مردمی است که پدر و مادر حیات است و خدمت آنها را می کند و بیش خداوند عهد کرده به آن کسی میگوید که احترام پدر و مادر را داشته باشند. دیگه صاحب ابن ماجه عبدالله بن عمر صاحب کسی که دو
درست وضو کند و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله را بخواند، دروازه های 8 دانه جنت برایش باز می شود و از اگر کنم بخواهد دروازه داخل شود. بعد از وضو 2 رکعت نماز تحیه وضو بخواهد. روز حضرت محمد صلی الله علیه و به حضرت بلال گفت به چه چیز از من به جنت سبقت نموده‌ای؟ من دیشب داخل جنت شدم و صدای حرکت پای تو را در پیشرویم شنیدم. بلال رضی الله گفت و صدای ای رسول خدا، وقتی که گناهی کردم 2 رکعت نماز توبه خواندم و هر وقتی که وضو کردم 2 رکعت نماز تحیه وضو خواندم. دیگه ما باید گناه کردیم توبه کنیم پیش خداوند، نماز بخوانیم. نماز برای ما در هر آن رسید، باید نماز را فراموش نکنیم. خدا نیازدارتون است. سلام علیکم. بخیر سلامت باشین دکتر سیب گرامی. واقعا چقدر زیبا بیان کردین. مادران پدران چقدر حق و حقوق زیادی برای فرزندان خود دارند. الله متعال بارا فرزندان خوب و فرزندان شایسته الله متعال برمان همین اوصاف و نصیب بگرداند. بریم تماس دیگر رو میگیریم. السلام علیکم الله برکات مکتب رو گل کردی و سلام علیکم. علیکم سلام و ایدلا جان، خدا کنه جور و صحتمند باشی انشالله. شکر خدا جان، بار با شکر اتانا پس خلاص ده و شکر زود خوش هستم. دو روز اتانا قطع این دلم بد داره که خدا نکنه که گفت خفر بولو میشم. شکر خدا رضیستم. سلامت باشی، بخیر باشی. در مورد موضوع امروز ما انشالله نظرتان میخوایم، بفرمایید. موضوع شما گفت مدل یک سنه جنت محمد صلی الله علیه و میره، جنت ندامان میره، خاص رضای خدا، هدف خاص رضای خدا هدف است. ما شما اول من تو بچه نیستم، اول من تو خدا ملامت هستم. مثلا یک تصفیه تیر میشه، یک قدم تیر میشه، اسلمان سلام ضرورت. ما شما یک قدم تیر میشه، اوه نمیشه، نمیره بعد دیده بچه سلام علیکم نه همه سلام پیش میرم. نه بزن سلمان آدم است، سلمان حق است. سلام رو در 5 وقت مسجد برو، خاص رضای خدا برو. نه هدف شما نیست مثلا اوه نمولا خوب آدم نیست، نماز صحیح نیست. نه هدف شما چیست؟ هدف شما چیست؟ خاص رضای خدا است. خاص رضای خدا انشالله جنت نصیب میشه. صوت اومد بخیر. درود محمد صلی الله علیه و انشالله درود محمد صلی الله علیه و برای فراموش نشه. بخیر باشی. سلام علیکم. علیکم سلام جناب وحیدالله جان، واقعا بسیار خوب گفتین. انسان باید ناامید نباشه، 5 وقت نماز خدا باید به او قائم باشه، در مسجد بره، نمازهای خدا تعقیب بکنه، نماز بخونه، اعمال نیک بکنه و امی امید میکنیم انشالله که خداوند جنت نصیب ما میکنه. بالکل. تماس دیگر رو میگیریم. السلام علیکم و رحمت الله. ساینس بزرگوار رحیمی هستم. هر سلام و ادب خدمت شما، خدمت کاشته بزرگوار میزاجی مادر سلطانی صاحب، متفر عزیز، حالت بدایه، سردار محترم استاد عبدالله، دکتر خلیل، نگاه یاد آمد، نابینا صاحب و تمام میزان برنامه. بخیر و سلامت باشین رحیم سیب گرامی. انشالله که شما هم صحت و عافیت باشین. جنت فردوس نصیب شما ایزان باد انشالله. الله شما را خیر نصیب کنه. مهربانی رحیم سیب. الله متعال جل جلاله در آیات مبارکه 40 و 41 سوره نازعات می فرماید و اما کسی که ترسیده باشد از ایستادن به حضور پروردگار خویش و باز داشته باشد نفس را از هوا و هوس و شهوت، پس هر آینه جایگاه وی قطعاً بهشت خواهد بود. سبحان الله. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می فرماید وقتی بنده ای از ترس الله جل جلاله گریه می کند، الله متعال این بنده را هرگز داخل جهنم نمی سازد. حدیث قدسی است. الله متعال جل جلاله می فرماید ای انسان، اگر در آغاز و اوج سختی و بلا و هدف عجز و پاداش صبر کنی، من برای پاداش تو چیزی جز بهشت را نمی پسندم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می فرماید به شما لازم است رازگویی و صداقت داشته باشید و صداقت و رازگویی را جز صفت خویش قرار دهید، زیرا رازگویی و صداقت شما را به سوی خیر و برکت و نیکوکاری میرساند. بدون شک نیکوکاری و صداقت
جای شما در بهشت خواهد بود. عرض آبرو و کرامت انسانی گر کنی ویران تو کعبه نیست، گناهش بیش از این که بری تو آبروی بنده رب جلیل. روز محشر حق تعالی حفظ کند آبرویی کرد که نساختند در حیاتش عبد راهوار و ذلیل. از سزای خالق یکتا به عرض آبرو هم ثوابش بیشمار جنت بود و ارابتی. من الله توفیق در پناهی بده. بخیر سلامت باشین حضرت رحیمی صاحب گرامی، از بیانات خوب و از کلمات بسیار زیبا و پرمعنایتان. شنونده‌های عزیز، در این بخش از برنامه میریم یک وقفه کوتاه میگیریم و ان شاء الله بعد از وقفه زود برمیگردیم. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. ای با حجاب خواهرم، داری نقاب خواهرم. خواهر مسلمان، آغوش شما مکتب تربیت مردان است. شما در مراحل مختلف تاریخ علمای بزرگ، دانشمندان، محصلین و قهرمانان بی‌نظیر را تقدیم امت مسلمه کرده اید. کودکان و اطفال صدق، پاکی، حیا، شجاعت و سایر اخلاق نیکو را در آغوش مادر خوب می آموزند. از آنجایی که این مسئولیت بزرگ در آینده بر دوش شما گذاشته می شود، خداوند حکیم جل جلاله عشق به بازی هایی را که هنر تربیت و تعلیم کودک از آن سرچشمه می گیرد در سرشت شما نهاده است. از ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از غزوه تبوک یا خیبر برگشت. در اتاق من پرده بود، شمال وزید و پرده را بالا کرد که از آن چند گودی یا همان سامانه بازی اطفال حضرت عایشه رضی الله عنها آشکار شدند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم اسبی را دید که از پارچه های 2 توت رخت ساخته شده بود. پس از او پرسید این وسطی چی است؟ گفت اسب است که 2 بال دارد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم گفت اسب و بال. حضرت عایشه رضی الله عنها گفت آیا نشنیده اید که حضرت سلیمان علیه السلام اسبانی داشت که بال داشتند؟ عایشه رضی الله عنها میگوید رسول خدا صلی الله علیه و سلم لبخند زد تا دندانهای مبارکشان نمایان شد. این حدیث را ابو داود روایت کرده است. مؤمنان بود حجاب خواهرم، باعثی توصیف من. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی چا چې خپل پاتې ژوند سم کړ، یعنی د الله تعالی په اطاعت کې ژوند تیرول پیل کړ، نو د هغه د تیر ژوند ګناهونه بخښل کیږي. او چا چې خپل پاتې ژوند برباد کړ، یعنی د الله تعالی په نافرمانی کې ژوند تیراوه، نو هغه به پر تیر ژوند هم رانیول کیږي او پر پاتې هم. د دې حدیث روایت طبرانی کړی دی. د دې ونې راډیوي مجله مه هېروئ. د جمعې په ورځ د سهار په 8 بجو مو ملتیا وکړئ چې د ادب او هنر نوې پاڼې درته پرانیزو. فرهنګي خبرونه، د تحقیق او تخلیق په اړه یو ادبي مطلب، په هرات کې د ګرځندوی نړیوالې اونۍ په مناسبت له نندارتونه راپور، د نورستان د پارونۍ ژبې الفبا د علومو اکاډمۍ لخوا وضع شو راپور، او د وروستۍ کورنۍ دندې تر سرلیک لاندې یوه لنډه کیسه. دغه خپرونه د جمعې په شپه په 10:30 بجو په تکراري بڼه هم اوریدلی شئ. د افغانستان له ملي راډیو څخه په منځنۍ څپو 1100 کیلو هارتز او د اف ام په 115.2 څپو کې. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. باز هم شنونده‌های عزیز بسیار خوش آمدین. الله متعال شما را خیر نصیب کنه. امید که از بیانات و سخنان ما ان شاء الله که خسته نشده باشین. میریم تماس دیگر را میگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب سعید صاحب مشافی صاحب مدار برنامه
همکاران تکنیکی، سلام احترامات مربوط به خدمت صحت و عافیت داشته باشید. ډیره مننه. علیکم سلام محترم استاد عبدالله، مهرباني. موضوع پر رابطه بحث میں جاری صورت لسنا کی مہربانی فرمائی وتحسنه هينا وهو عند الله عظيم. تاسو معمولي نه غړي دی الله په نس دی هغه خبر ده. همداسې مطالعه د الفجر صورت لسنا کې لیک کړي ان ربك لبالمرصاد. بشک وایي الله تعالی تاسو څارنه کوي د منتظر ده او تاسو عملونه ګوري. یسا صاحب فرمایلی دی چې هر نیکی سړی جنت ته بیایي او د دې نه ځان وساتي چې تاسو د خدای نه حسد زخته بولي. په بل ځای کې زموږ ګران پیغمبر عنایت فرمایي وایي که چېرته تاسو د مسلمان سره د اطمینان په خاطر خبره وکړئ او هغه ته خیر وغواړئ الله به وایي تاسو جنت ته بوځي. همدا شرط کل مقام کې چې یو مسلمان ورور سره پرون تنګي خبرې وکړي دا به هم د دې سبب چې ستا جنت ته بوځي. همدا شان زموږ ګران لارښود فرمایلي دي هغه څوک چې د سهار او مختار لمونځ په جماعت سره ادا کړي الله به یې په جنت ورته مېلمستیا وکړي. الله دې زموږ او تاسو نصیب کړي. په پای کې د انجینر صاحب فرید سلطاني صاحب بایار صاحب ډاکټر صاحب خلیل سردار مدینه صاحب ابراهیمي صاحب ډګروال صاحب غمخوار هاشمي صاحب مدثر صاحب عزیزازه صاحب ټول کسان چې غږ اوري خپل سلامونه او احترامات ورته وړاندې کړي. خدای زوړ او روغ اوسېږي. عبدالله السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. علیکم السلام ورحمت الله. محترم استاد عبدالله، تاسې نه واقعا الله تعالی موږ ته د جنت ډېرې لارې راښولي که موږ ته الله دا توفیق را په نصیب کړي چې دا لارې تعقیب کړو او په دې لارو عمل وکړو تر هغو خپل آخرینی هدف چې جنت ته یې لاسته یې راوړو. یعنی باید موږ په جنت ته د تلو لپاره کوشش وکړو، زحمات وباسو او منډې ترلې ووهو. جنت هم په داسې مفته لاسته نه راځي، څه زحمات به باسي، څه قربانیانې به ورکوي، حتی د جهاد کې به د خپل وینې د الله د رضا دپاره تویوي، بیا به ته جنت ته ځي. او په دنیا کې به هم داسې مشکلات په ځان راوړي چې هغه باعث د شي چې ته جنت ته ورشي. زه دا بل اړیکه راخلو چې څوک دی. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم صاحب محترم. علیکم السلام ورحمت الله. شما برای اسلام برای امت اسلامی خدا آرام داشته باشید. بخیر سلامت باشین آقا صاحب گرامی. ملت آرام داشته باشه. سلامت باشین. نظام اسلامی را به سال مبارک باد میگم. امنیت ملکتان براتان مبارک باد میگم. انسانیت و اخلاق که برو دیوال کرد براتان مبارک باد میگم. خدمت و به انسانیت و به دین خدا که امروز امت روان است براتان مبارک باد میگم. آبادی هایتان مبارک باد میگم. شرکت هایتان، بازار هایتان، مارکت هایتان، تجارت هایتان، همه تشو به عرض مکان مبارک باد میگم. یک نظام نیرومند قوی که امروز در افغانستان حاکم است براتان مبارک باد میگم. این سال محترم پدر و مادر مسلمان اولاد مسلمان به جامعه تقسیم میکنند. علیه سلسله باز ادامه میداشته باشه. و می خاطر است که پیغمبر علیه السلام اولاد صالح را اولاد نیک صدقه جاریه گفتند. هر مومن هر مسلمان کوشش کنه، هر خواهر برادر ما کوشش کنه که باید در تربیت اولاد خود کوشش کنه. باید اولاد خود تنها ستم سپر نکنه، مغزش هم پر کنه، در مغزش هم توجه کنه. اگر مغزها پر شد باز ملک آرام میشه، وطن آرام میشه، انسانیت میاد، اخلاق میاد، صداقت میاد، خداپرستی میاد. تمام تلاش های انبیا به خاطر پر کردن فکر ما، انبیا آمدن تا فکرهای ما را، کلههای ما را پر کنند انسانیت از اخلاق. پیغمبران انبیا تنها به این خاطر نامدن که شکم ما پر باشه. این انبیا آمده به خاطر اینکه مغز ما پر باشه. حرف دیگه که ما دارم که ما به جهان میگم این 45 سال این ملک در گرفت، همین کافی است.
دیگه در ما اعتراض نگیرید. همین کسایی که در این ملک اعتراض داره ما برشان نگیم. این ملت از شهادت خسته نمیشه. باید 30 میلیون شهید داریم به خاطر این تشکیل زیندان. این دفعه حاضر هستیم 10 میلیون شهید بسید. ما برتان میگم که خود جناب عالی خونیست که بی جناب. ما برات میگم که تو می بکرام کردن این لغمانه. بخیر سلامت باشین آقا سید گرامی. الله خیرتان نصیب کنه. بخیر سلامت باشین آقا سید گرامی. الله خیرتان نصیب کنه. بسیار زیبا صحبت کردین. دوستان عزیز به نهایت گرامی، چون وقتمان هم رو به پایان هست و نکات ما هم چیزی باقی مانده. دوستان عزیز، استادی برای شاگرد خود بیان میکند بروین هر کدامی از شما از جنت یک مشت خاکی با خود بیارین. هر کدامی از شاگرد از حلقه درسی از کلاس درسی بیرون میشوند، شاگردان دست خالی با کلاس یا با حلقه خود بر میگردن، با استاد بیان میکنن که استاد ما پیدا نکردیم. ولیکن یکی از شاگردها با مشتی از خاک میبینن که داخلی صنف میشود. از شاگرد پرسان کردند که تو از کجا کردی خاکی جنت را؟ گفت مگم نشنیدین که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است جنت زیر پای مادران است. ما هم آمدیم مادر خود را از خانه گرفتیم و در گوشه از حولین قدم خود را گذاشت. ما هم از زیر قدم مادر مشت خاکی گرفتیم و با خود آوردیم. پس دوستان عزیز و بی‌نهایت گرامی، خلق خوش کردن و اخلاق نیک با مادران و با پدران یقین بکنین که عین کامیابی و عین رفتن به جنت است. چون الله متعال بیان کرده است که رضامندی ما وابسته به رضامندی پدر و مادر هست. چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن وابستگی، خوشحالی و رضامندی الله متعال و ما، وابستگیمان و محبتمان و دوستیمان گره خوردن با دوستی پدر و مادر. چقدر زیبا هست دوستان عزیز که ما و شما هم پدر و مادر خود را دوست داشته باشیم، نه متاسفانه مانند کسانی که به خاطر میراث پدر ما چشم بدوزیم به خاطر خدمت پدر. همان سایم سیب یک حکایت جالبی هست، نکته خلاص میکنیم که پدری بود که فرزندان او را بسیار دوست می داشتند. کسی پیدا شد که علت چی هست که فرزندان ما را احترام نمیکنن ولیکن تو را بسیار دوست دارن. گفت که پدر بیان میکند که ما برای فرزندان خود گفتیم که یک جای زیر خاک یک چیزی را دفن کردیم، بعد از مرگ ما شما میتونین به او دست پیدا بکنین. به خاطر همین همه فرزندان بالای ما میبینیم که نوبت نمیرسد از بس که احترام میگذارن. ډیره مننه درنو اوریدونکو، زموږ خپرونه دلته پای ته رسیږي. دعا په هیله یو چې الله تعالی دې موږ ټول د جنت له خلکو وګرځوي، امین. تاسې نه هم ډیره مننه چې تر اوسه موږ سره وئ. تر بلې خپرونې خدای مو مل شه. د الله په امان. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن
الكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو